یک شاعر بود است، بسیار شاعری مشهور و ماهر در علم شعر. اون پاشایی که در اون زمان زندگی کرده است، اونم شعر دوست می داشت. بار این شاعر به نزدش دعوت میکند و میگوید که من شعر نوشتم که قرائت کنم گوش انداز. وقت قرائت میکند، اون شاعر گوش میاندازد، بعد در آخرش پادشاه میپرسد که نه ثنا میگوید نه ماشاءالله میگوید نه تعریف میکند اون شاعر. بعد پادشاه میگوید چه خیلی از شعرام. بعد میگوید که جناب پادشاه میبخشید، میگوید این شعر گفتن هم نادرست است، این شعر گفتن عیب است، میگوید این به شعر عقل مانند نیست این سخنامه. و غضب میکند و زندان میکنه. بعد دیگر شاعرها رو فریاد کرده، شعر اسلوب نوشتن شعر را می آموزد. 1 سال مشق میکند، بعد یک شعر دیگر می نویسد. بعد میگوید که شاعر از زندان بیارید. وقتی که در رو بروش میماند و شعر میخواند، میگه شعرم چه خیلی است؟ میگه من به حبس میروم. من به زندان میروم. میگه شاعر یعنی که این شعر نیست، یعنی با نتیجه زندان است، من به زندان میروم.